درود به شما همدران ارجمند، هموطنان عزیز، برادران اهل اسلام. خواهش میکنم همه شده 3 دقیقه مرا گوش کنید. وقتی که من درباره اوستا و زردشتی حرف میزنم، هدف من زردشتی کردن تاجیکستان و یا شنوندگان و بینندگان نیست. وقتی که من درباره اوستا حرف میزنم، این نیتی پس زدن قرآن و دیگر کتاب ها نیست و هیچگاه این دین یعنی زردشتیه دین مرده هم نیست. حالا 300,000 پیرو دارد، از ایران تا به هندوستان و غرب تا به امریکای لاتینی. زردشتیه با یگان کلتریش، با یگان بوزریش، با یگان کسریش، با یگان توپای فناتی ریشداری بیبروت احتیاج ندارد. دینی تبلیغی نیست، این دین جهاد ندارد. این دین کسی رو دعوت نمیکنه. برای پیرو این دین بودن آریایی بودن در کار، خونی آریایی داشتن در کار. انا وارد شدن با این دینم و قزاقگیری و قرغیزگیری نمیشود. اصلا آریایی باشد، خون آریایی باشد، انا میتوانی که بپیوندی. ولی خودی همین رهبران دین، پیروان دین، موبدان و همه متفکران این سوال کسی رو دعوت نمیکنه. این دین دعوتی نیست. انا اکنون همین نکته مرا بسیار خواهش میکنم گوش کنید. 2 دین است که کتاب های دینیشان، نه 2 ملت است که کتاب های دینیشان فقط کتاب دینی نیست. مثلا دین یهودیه اگر بگیریم تورات، تورا، خب تنخ، خیلی میدونید میشه شما، و اوستا یا اوستا. این 2 کتاب، کتاب یهودی ها و کتاب آریایی ها، اول کتابی ما بود در آمانیگر، اول دین هم از ما بود. این 2 کتاب انسکلوپدی است، یعنی در اون کتاب دینی تاریخی ملت انعکاس یافته است. مثلا در اوستا آریایی از دنیا چقدر پیدا شد، اهورامزدا دنیا رو چقدر تاسیس داد، چند روز تاسیس داد، پیروانش کی بود، خب اولین آدم کی بود، اولین پادشاه کی بود، مکان آریایی ها. مثلا اولین بار در اوستا آمده که آریاویچ این وطنی نخستین آریایی هاست. خب از اونه که مثلا در قرآن این چیز نیست که، یعنی مقصد من چی است که شما از خواندن اوستا، از تبلیغ من به اوستا و دین زردشتیه گذشتن به این دین نیست، از تاریخ و فرهنگ و گذشته خود آگاه شدن است. چو بر ریشه خش ریشه زنی، تو بر ریشه خصم تیشه زنی. بار دیگر میگم همه اوستا و زردشتی رو این کار کنه، مانند قرغیز 70 ساله ادبیات خطیتان میماند. تمام. یعنی ما دعوای چی داریم که مثلا کهن تمدنیم، فرهنگی از در دنیا اگر چند ملت باشه که فرهنگ رو در روی دنیا گسترش داده باشد، تمدن رو یک تاش مهمه آریایی است. همین اوستا رو نخوانی از کجا میفهمی بعد که ملتی تو گذشته تو کنده تو ریشه تو نخست انسان های فریخته و فرهنگی بوده. اوستا کتابی فقط دینی نیست، تاکید میکنم این کتابی فلسفی است، خب فرهنگی است، با بالا این تاریخی است و بعد دینی است. اگر در قرآن فقط سخن درباره اخلاق، آداب و تاریخ تأسیس بشر و خلاقیت انسان از جانب خالق می رود، چون در قرآن تاریخ عرب نیست. خیلی بیچاره عرب هم تاریخ هم ندارد، سوسمار میخوردن. حضرت محمد اومد و با همین آریایی ها، ایرانی ها اولین کتاب قرآن کی کتابت کرد؟ این آریایی بود، زد. خب بعدا مانند یک چی بگیم منقش کردن، زیبا کردن، مانند ارژنگ
این دین اسلام را آراسته و پیراسته کردن با شعر، سرود، آهنگ، نعت‌ها، با غزل‌ها. مردم آریایی نامشان عربی است ولی خودشان آریایی است. یعنی همین لباس فرهنگی پوشاندن به این دین، باز هم آریایی بودن. یعنی که شما قرآن را با اوستا قیاس نکنید. قرآن خب شما هم میگوید که خلاصه همه دین ها این فقط آداب است. خب انسان بودن هاست، خب به خداوند تکیه کردن هاست و غیره و هکذا. اطراف این هم باز موضوع صحبت علویده است، ولی همین را تاکید میکنم که برادران عزیز، شما داده نشوید به سخنهای چهار گوناگون ریش. به سر من تهمت حقارت نریزید، سوءقصد هم نکنید، کوشش کشتن هم نکنید، زدن و افتخار کنید که من درباره گذشته شما را به شما تاکید میکنم. های جوانان محترم، این دامله ها پیرهای نامحترمتان را کمتر گوش کنید. کتاب باید خواند، به زبان عربی اقرا.